به اسپوکن تیوتوریال در لیبر آفیس رایتر خوش آمدید. در این برنامه آموزشی ما درباره این موارد یاد می‌گیریم. مقدمه‌ای در مورد رایتر، تولبارهای مختلف در رایتر، چگونه یک پرونده جدید و یک پرونده موجود را باز کنیم، چگونه پرونده را سیو کنیم، چگونه پرونده را در رایتر ببندیم. لیبر آفیس رایتر قسمت ورد پروسسور از لیبر آفیس سویت می باشد. این نرم افزار معادل مایکروسافت ورد در مایکروسافت آفیس سویت می باشد. این نرم افزار رایگان و اوپن سورس می باشد، بنابراین بدون هیچ محدودیتی می توان آن را به اشتراک گذاشت یا تغییر داد. از آنجا که اشتراک گذاری رایگان می باشد، بدون هیچ هزینه مجوز می توان آن را به اشتراک گذاشت. برای شروع کار با لیبر آفیس سویت می توانید از مایکروسافت ویندوز 2000 یا نسخه های بالاتر مثل MS Windows XP یا MS Windows 7 یا GNU Linux به عنوان آپریتینگ سیستم استفاده کنید. در اینجا ما از اوبونتو لینکس 10.04 به عنوان آپریتینگ سیستم و لیبر آفیس سویت نسخه 3.3.4 استفاده می کنیم. اگر لیبر آفیس سویت را نصب نکرده اید، رایتر را می توان با استفاده از سینپتیک پکیج منیجر نصب کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد سینپتیک پکیج منیجر، لطفاً به اوبونتو لینکس تیوتوریالز مراجعه کنید و لیبر آفیس سویت را با دستورالعمل‌های زیر در این سایت اینترنتی دانلود کنید. جزئیات دستورالعمل‌ها در قسمت اول برنامه آموزشی لیبر آفیس سویت در دسترس می باشد. به خاطر داشته باشید که گزینه کامپلیت را برای نصب رایتر انتخاب کنید. اگر قبلا لیبر آفیس سویت را نصب کرده اید، با کلیک کردن بر روی گزینه اپلیکیشن در گوشه چپ صفحه می توانید لیبر آفیس رایتر را پیدا کنید. ابتدا روی گزینه آفیس و سپس گزینه لیبر آفیس کلیک کنید. کادر محاوره‌ای جدید با اجزای مختلف لیبر آفیس باز می شود. برای دسترسی به لیبر آفیس رایتر روی گزینه تکست داکیومنت که بخش ورد پروسسور در مجموعه می باشد کلیک کنید. یک پرونده خالی در رایتر ویندو اصلی باز خواهد شد. پنجره رایتر شامل نوار ابزارهای مختلف مانند تایتل بار، منیو بار، استندارد تول بار، فرمتینگ بار، استاتس بار می باشد که متداول ترین گزینه‌های مورد استفاده را در بر می‌گیرند و در جریان برنامه آموزشی ما در مورد آنها آموزش می‌بینیم. حالا این برنامه آموزشی را با چگونه باز کردن پرونده جدید در رایتر شروع می‌کنیم. با انتخاب گزینه نیو در نوار ابزار استندارد یا گزینه فایل در نوار ابزار منیو می‌توان پرونده جدید را باز کرد. و بعد روی گزینه نیو و در آخر روی گزینه تکست داکیومنت کلیک کنید. و در هر دو مورد پنجره جدید رایتر باز خواهد شد. حالا متنی را در ادیتور اریا تایپ کنید. رزیومه را تایپ می کنید. پس از اتمام تایپ پرونده آن را برای استفاده های بعدی سیو کنید. برای ذخیره کردن این فایل گزینه فایل در منیو را انتخاب کنید. سپس گزینه سیو اس را کلیک کنید. یک کادر محاوره‌ای جدید روی صفحه نمایان می شود که باید نام فایل خود را در زیر قسمت نیم وارد کنید. نام فایل را رزیومه وارد کنید. در زیر قسمت نیم سیوینگ فولدر می باشد. فیلد جایی که باید نام فولدر را وارد کنید که شامل فایل ذخیره شده شما می باشد. سپس فلش رو به پایین را در قسمت سیوینگ فولدر کلیک کنید. مشاهده خواهید کرد که لیستی از گوشه ها در منو ظاهر می شود که می توانید فایل خود را ذخیره کنید. حالا روی گزینه دسکتاپ کلیک می کنید. فایل در دسکتاپ ذخیره می شود. همچنین می توانید گزینه Browse for other folders را انتخاب کنید و خوشه‌ای را که در آن مدارک خود را می خواهید سیو کنید انتخاب کنید. حالا گزینه فایل تایپ را در کادر محاوره‌ای انتخاب کنید که لیستی از گزینه انواع فایل یا امتداد فایل را نشان می دهد که در آن می توانید فایل خود را ذخیره کنید. ODF Text Document فایل پیش‌فرض در لیبر آفیس رایتر می باشد که امتداد .odt را ارائه می دهد. ODT به Open Document Format یا ODF فرمت تعلق دارد که به عنوان استاندارد باز جهانی برای اسناد ورد مورد قبول می باشد.
این استاندارد همچنین مورد قبول دولت هند برای Open Standards in e-Governance می باشد. متن پرونده را که به عنوان .odt ذخیره شده است را در LibreOffice Writer می توان باز کرد. شما همچنین می توانید فایل خود را به عنوان .doc و .docx ذخیره کرده و در برنامه MS Office Word باز کنید. یک امتداد فایل معروف دیگر که در اکثر برنامه‌ها باز می شود .rtf است که Rich Text Format می باشد. حالا روی گزینه ODF Text Document کلیک کنید. شما می بینید که نوع فایل ODF Text Document و بین کروشه های .odt بعد از گزینه فایل تایپ نمایش داده می شود. حالا روی دکمه سیو کلیک کنید. این شما را به پنجره رایتر با نام فایل و امتداد منتخب شما در نوار عنوان باز می گرداند. شما حالا آماده برای نوشتن متن پرونده در پنجره رایتر می باشید. علاوه بر فرمت توضیح داده شده در بالا، Writer Documents را می توان با فرمت .html که فرمت صفحه وب می باشد ذخیره کرد و این نیز به همان روشی که قبلا توضیح داده شده انجام می شود. روی گزینه فایل در نوار منو و سپس گزینه سیو از کلیک کنید. حالا گزینه فایل تایپ و سپس HTML Document و در داخل کروشه گزینه OpenOffice.org Writer را انتخاب کنید. این گزینه امتداد .html را به پرونده می دهد. حالا گزینه Save را انتخاب کنید و سپس گزینه Ask when not saving in ODF format را در کادر محاوره‌ای قبول کنید. در آخر گزینه Keep current format را انتخاب کنید. شما مشاهده می کنید که پرونده با امتداد .html ذخیره می شود. به آسانی می توان این پرونده را با انتخاب گزینه Export Directly as PDF در نوار افزار استاندارد به فرمت PDF تبدیل کرد. قبل از این جایی را که می خواهید در آن سیو کنید را انتخاب کنید و همچنین شما این کار را می توانید با کلیک کردن گزینه فایل در منو و سپس با انتخاب گزینه Export as PDF انجام دهید. در کادر محاوره‌ای که نمایان می شود گزینه Export و سپس گزینه سیو را انتخاب کنید. فایل PDF ایجاد خواهد شد. حالا این پرونده را با انتخاب گزینه فایل و سپس گزینه Close می بندیم. حالا یاد می‌گیریم که چگونه یک پرونده موجود در LibreOffice Writer را باز کنید. حالا پرونده resume.odt را باز می‌کنیم. برای باز کردن یک پرونده موجود گزینه فایل در نوار منو بالای صفحه و سپس گزینه Open را انتخاب می‌کنیم. کادر محاوره‌ای روی صفحه نمایان می‌شود. گوشه‌ای را که در آن پرونده را ذخیره کرده پیدا کنید. سپس روی دکمه مداد کوچک در گوشه بالایی سمت چپ کادر محاوره‌ای کلیک کنید که نام آن Type a File Name می باشد که این قسمت لوکیشن بار را باز می کند. در اینجا نام فایلی را که می خواهید جستجو کنید تایپ کنید. پس ما نام فایل را resume می نویسیم. حالا لیست فایل ها با نام resume ظاهر می شود. resume.odt را انتخاب کنید. روی گزینه Open کلیک کنید. مشاهده می کنید که فایل resume.odt باز می شود. همچنین می توانید فایل موجود را با انتخاب گزینه Open در نوار افزار بالا باز کرده و مراحل بعدی را به همان شیوه قبلی انجام دهید. شما همچنین می توانید فایل ها در رایتر را با .doc و .docx که امتدادهای مورد استفاده در مایکروسافت ورد می باشند باز کنید. سپس شما می‌بینید که چگونه یک فایل را تغییر داده و آن را تحت نام همان فایل سیو کنید. ابتدا متن رزیومه را با فشار دادن دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کرده و سپس آن را در امتداد متن بکشید. این کار متن را انتخاب و نشاندار می‌کند. حالا دکمه سمت چپ ماوس را رها کنید. متن هنوز هم باید نشاندار باشد. حالا گزینه بولد در نوار افزار استاندارد را انتخاب کنید. متن به صورت بولد می شود. برای تنظیم کردن متن در مرکز صفحه گزینه سنترد در نوار افزار را انتخاب کنید. شما مشاهده می کنید که متن در وسط صفحه متمرکز شده است.
حالا اندازه فونت متن را زیاد کنید. بر روی فلش رو به پایین در قسمت فونت سایز در نوار ابزار کلیک کنید. در فهرست کشویی عدد 14 را انتخاب کنید. بنابراین اندازه فونت متن به 14 افزایش می‌یابد. حالا فلش رو به پایین در قسمت فونت نیم را کلیک کنید و سپس آن داتم را به عنوان فونت انتخاب کنید. گزینه سیو در نوار ابزار را کلیک کنید و شما مشاهده می‌کنید که فایل تحت نام همان فایل حتی بعد از انجام تغییرات ذخیره شده است. پس از اینکه پرونده خود را ذخیره کردید و می‌خواهید آن را ببندید، بر روی فایل در منو کلیک کرده سپس گزینه کلوز را انتخاب کنید. این فایل شما را می‌بندد. ما به پایان برنامه اسپوکن تیوتوریال در لیبر آفیس رایتر رسیدیم. به طور خلاصه این موارد را یاد گرفتیم: آشنایی با رایتر، نوار ابزارها در رایتر، چگونه باز کردن پرونده جدید یا موجود در رایتر، چگونه پرونده را در رایتر ذخیره کنیم، چگونه پرونده را در رایتر ببندیم. تمرین برای درک مطلب: یک پرونده جدید در رایتر باز کنید. آن را با نام practice.odt ذخیره کنید. متن This is my first assignment را بنویسید. فایل را سیو کنید، متن را آندرلاین کنید، اندازه متن را به 16 افزایش دهید، فایل را ببندید. ویدیو اسپوکن تیوتوریال را در لینک زیر مشاهده کنید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید، ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم پروژه اسپوکن تیوتوریال کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات بیشتر لطفاً به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال بخشی از پروژه تاک تو تیچر می باشد که تحت پشتیبانی National Mission on Education از طریق ICT توسط MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در spoken-tutorial.org/nmeict-info موجود می باشد. این برنامه آموزشی توسط شبنم اقبالخان ترجمه و صداگذاری شده است. با تشکر از شرکت شما.